سلام علیکم. با خبرهای مهم از دریچه وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دیدار با سفیر ترکیه روی همکاری های دو جانبه علمی گفتگو کرد. تفاهم‌نامه‌های همکاری‌های مشترک میان پوهنتون هرات و اتاق محصولات زراعت و مالداری ولایت هرات و همچنان میان پوهنځی استوماتولوژی پوهنتون هرات و اتحادیه دکتران دندان هرات به امضا رسید. ورکشاپ دور سوم OBEECL برای 25 تن از استادان پوهنځی‌های پنجگانه موسسه تحصیلات عالی سمنگان را اندازی شد. ورکشاپ یک روزه تحت نام روش تحقیق در بخش تعلیم و تربیه برای استادان پوهنتون بامیان راه اندازی شد. به ارزش 7 میلیون افغانی پروژه ساخت فارم زراعتی و حوض ذخیره کننده آب در پوهنتون البیرونی افتتاح گردید. و 38 تن از پوهنځی جیولوژی و معدن پوهنتون تکنیکی غزنی فارغ و به هدف خدمت به جامعه تقدیم شدند.